بیا اینا رو ببر. خدا قبول کنه. آمین. خدا قبول کنه، برسه به روح رفتگان، گوشت بشه به تنت. آمین. خدا عبادتمون رو قبول کنه، دعاهامون رو مستجاب کنه. به امید خدا، به لطف تو، بعدشم پری، بعدشم به لطف دخترامون و خواهرامون که زحمت کشیدن دعاهامون مستجاب بشه. به امید خدا دوای 1000 درد به لطف دیگه هیچ گرسنه ای تو روستا نم. امیدوارم. وایسا اینا رو بریز برا پرنده ها. باش. دخترها اومدن یا نه هنوز؟ ماهور هنوز خونه نریمان خانم ایناست، گفته بهت خبر بدم. منم میخواستم بهت بگم اما اسمت چی داری میگی تو رو خدا؟ میگم دخترم اومدن یا نه؟ مگه بهت نگفتم این دخترها باید قبل از غروب آفتاب خونه باشن؟ گفت. خیلی خوب. اینجی اومده یا نه؟ آره اومده، من غذاشو دادم. تو اتاق خودشه؟ آره. خب معلومه جونم، پس چی؟ تو هم برو یه خورده استراحت کن، کل روز گرسنه بودی، حالا با 2 تا دونه زیتون و یه ذره آب مگه آدم سیر میشه؟ برای یه زن با این جثه و هیکل این غذا کافی نیست. جثه؟ باید اصلا حوصله خندیدن نداشتم از دست تو داری نون دلتو میخوری، دلتو. پاشو بهری سلطانم، یکم به حرف این خواهرت گوش کن. پاشو برو یکم استراحت کن. خیلی خوب باشه. وقتی ماهور اومد به دخترها بگو بیان تو اتاق من منتظرشونه. باشه. خب اسمت زرنگ، حالا این افریته های بحریه رو از کجا پیدا میکنی؟ آی اسمت این دختره کجاست؟ این دختره کجا مونده؟ مگه داره از اون سر دنیا میاد؟ چرا باهاش حرف نمیزنی؟ ازش میپرسی میای یا نه؟ نباید اصلا بپرسی، باید بهش بگی بیا، باید بهش دستور بدی که بیا، دستور بهش میدی از این به بعد. باشه. ماما چه خبره؟ آروم باش. تو کجا بودی دختر؟ اومدم. 1 ساعت دیر کردی، بگو ببینم کجا بودی؟ مامان جون 1/2 ساعت دیر کردم، فقط 1/2 ساعت. 1/2 ساعت نیست، 1 ساعت دیر کردی. پسر نریمان پیشت بود نه؟ نه، چه ربطی داره؟ من میفهمم، از چشای نریمان میفهمم که هدفش چیه. اجازه نده اون زن تو رو از راه به در کنه. ماهور، تو نباید مثل خواهرت که بهمون خیانت کرد به این خونه خیانت کنی، میفهمی؟ قرارمون همونیه که گفتم، نمیری جا. ازدواج رفتن ماما. ازدواج یعنی رفتن دخترم، ازدواج یعنی رفتن به ته جهنم، فهمیدی؟ من فقط به فکر درسمم، به خاطرت به زور لیسانس گرفتم، اما الان میخوام 2 سال دیگه هم درس بخونم، قاضی بشم. میفهمی ماما؟ قاضی آینده، بیا اینجا ببینمت. کجا داری میری الان؟ بیا اینجا، بیا عزیزم، بیا حرف بزنیم. بیا گزارش بده ببینم چی کار کردی، چیا گفتی، نریمان خانم چیا گفت، چی گفت؟ زمینای خیریه رو اجاره میدن یا نه؟ چیزی نگفتن؟ داشتم همینو میگفتم، حرف زدم، قانعش کردم که آقا احمد زنگ زد، رئیس خیریه، این آقا همت هستش مستاجر زمینا. خب آقا احمد میخواد بدهی اونو تسویه کنه، میخواد حمایتش کنه. بدهی همت رو؟ تو کاری کردی که عصبانی شدی؟ استاد نریمان راضیه. مردم میگن هر زمینی گیرت میاد بالا میکشی، فرسنگ فرسنگ زمین گرفتی ماما. من بالا میکشم؟ من پولشو میدم میخرم، کجا بالا کشیدم؟ مگه میشه تو این دنیا اموال یه سیبیلو رو بالا کشید؟ 20 سال پیش از ترس نمیتونستم به این سیبیلوها سلام بدم، رامو کج میکردم، تا این حد لهم کردن. حالا چی شده؟ من پول در میارم، زمینم رو توسعه میدم، خیلی بهتر از اونا دارم کارم رو انجام میدم، حالا اونا قربانی هن. آره؟ واخ 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 واخ. آی 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 آی. حالا چی کار کنیم؟ گریه کنیم ها؟ حالا که اینقدر ضرر کردن بیان مثل ماهی تو مایتابه جلز ولز کنن.
من میدونم مشکلشون چیه، میدونم هدفشون چیه. من بازیشونو خراب کردم دخترم. من اون پسره منحرفشو، اون پسر منحرفشو رسوای عالم و آدم کردم. اینو میدونه، برای همین میخواد ازم زهر چشم بگیره. مامان جون با کسی دعوا کرده ای؟ باز چی شده؟ اینجی تو اتاقشه. برو اونو بیدار کن بیاد اینجا. زود باش، زود باش. جفتتون بیاین که باهاتون کار دارم. برین. باشه. بالا کشیدم ماره؟ نشونتون میدم چطوری بالا میکشن. حالا اینکه چیزی نیست. اینجی عزیز خواهر، پشت و مامان کارت داره. اینجی مامان خیلی عصبانیه، پاشو. اینجی این دختره کجاست؟ حتما بازم دوش میگیره. شده در استودیو. اینجی اینجی ای بابا، قضیه چیه؟ اینجی کجاست؟ از چشمات معلومه شریک جرمشی. زود باش به خدا نمیدونم. اولین بار همچین چیزی میخواد. گفت روی مرگ و زندگی دلم نیومد. ای بابا، خواهر من که دروغ نمیگه. فقط خدا کنه کاریو که فکرشو میکنم نکرده باشه. خدای خودت یه کاری کن. بگو ببینم چه فکری میکنی؟ ها؟ چیه؟ اینجی چه دروغی گفته؟ الان اینجی کجاست؟ اینجی کجاست؟ آی پسر خوشتیپ من اومده. نشاط زندگیم اومده. خوش اومدی مادر، دورت بگردم. خوش اومدی. چطوری مامان؟ خوبم، من که دارم پرواز میکنم. آره ماهور مژده رو بهم داد. آره معلومه تو باز جیم نکنی ولکنم نیستی نه؟ زشته، معلومه. باشه بفرمایید خانم، بفرمایید. با هر سوالی که میخواین میتونین شروع کنی. چک سفید بهتون میدم. این ممنونه. بفرمایید. خوشحالی؟ نه به اندازه تو، اما امیدوارم با هم خوشبخت بشیم. خب میدونم تو برای ماهور خیلی ارزش قائلی، اما عاشقشی. مامان تو عاشق شدی چی شد؟ زندگی مشترک خوبی داشتی؟ یه خانواده خوشبخت و با نظم و نظام داشتیم؟ عشق همه چی خیلی پیچیده میکنه. ماهور دوست خیلی خوب منه، ساحل امنمه. فکر کنم بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. این خوبه، اما تشکیل خانواده فقط سر و سامون دادن به زندگیت نیست. تشکیل خانواده یعنی یه زندگی شاد داشته باشی. آره درسته، شاید بابات باعث شده عذاب بکشم و شرمنده بشم، اما اگه من دوباره برگردم به اون روز، با مردی ازدواج میکنم که عاشق. کار خوبی میکنی مامان، کار خیلی خوبی میکنی، اما تو زندگی که من نیستم این کارو بکن باشه؟
و خواهش میکنم با این افکار مسخره ذهن ماهو رو به هم نریز مامان. تعادلمون رو به هم نزن. باشه، من به هم نمیریزم، اما اگه زندگی به هم بریزه چی ها؟ اون موقع چی؟ غیر ممکنه. ممنونم. اگه بازیتون تموم شده برم بخوابم. شب بخیر. شبت بخیر. مامان بزرگ ما رو راه میده. خب تو رو آره شاید، اما تو کوچه ولش میکنیم نمیشه. مگه من چی کار کردم؟ مامان بزرگ که منو ندیده، اگه ببینه خوشش میاد. ببین تو هم امروز منو دیدی خوشت نیومد؟ آره عزیزم، آره الان خیلی شیرینی، اما مامان بزرگت 20 سال بعدی تو میبینه، نه الان تو جانم. بیاین اینجا، بیا میخوام یه چیزی بهتون بگم. بیا. اگه مامان بزرگی خاله پرسید، هیچ مردی کمکمون نکرده باشه؟ هیچ دکتری هم کمکمون نکرده، هیچ کس کمک نکرده. قبوله؟ قبوله. اینجی نواشیم شک. تو داری چه غلطی میکنی دختر؟ بفرمایید. آقای وکیل، چه خبر؟ آزاد میکنن؟ نه. صبح آزادم؟ فراست خانم، نمیدونم چطور بگم، اما متاسفانه همسرتون بدحال شده. دوباره خطر جانی وجود داره. بردنش اتاق عمل. دکترها گفتن شانسش خیلی کمه. یعنی داره میمیره؟ اونجوری من قاتل میشم. دیگه نمیتونم برگردم پیش بچه ها. حالا چی کار کنم؟ من چی کار کنم؟ مامان جون، مگه تو خودت جوری تربیتمون نکردی که اگه یه زن غریبه دیدیم که بهش ظلم شده کمکش کنیم؟ ها؟ بعدش هم غریبه که نیست، دختر خودته، خواهر منه. اینا هم نواتن مادر، همونایی که 16 سال دیدنشون واسه تو و ما ممنوعه. میذاشتم خواهرم بمیره؟ من همچین دختری ندارم. تو هم همچین خواهری نداری. من 2 تا دختر دارم. تو هم فقط یه خواهر داری که اسم اونم ماهوره. بچه های اون دختره خائن هیچ نسبتی با من ندارن. اینجی بچه ها نمیتونن اینجا بمونن. بفرستشون پیش یکی از فامیلای خاله اسمت. نه نمیشه، خواهرم اونا رو به من سپرده. اینجی چند بار بهت گفتم با فراست حرف نزن، جوابشو نده. ما چی میشی؟ بچه ها شما اینجا وایسین، الان میام. آی شما چقدر شبیه مادرتونین. آی قربونت برم. آی بوی اولین نور چشممو میدین فراستمو. عزیزم. مامان لطفا زیاد بهشون نزدیک نشو. میخوای بحری هم تو رو اذیت کنه هم منو؟